سلام، امیدوارم که خوب باشین. من شمیمم. خیلی خوشحالم از اینکه قراره توی این کانال با هم مطالعه کنیم. امیدوارم که بتونی با من و صدای من و داستانهایی که انتخاب میکنم ارتباط برقرار کنی. پس اگر این اتفاق افتاد حتما سابسکرایب کن، زنگولرم بزن که تا داستان رو گذاشتم توی کانال بیای و گوشش کنی. توی کامنت نظرات و پیشنهاداتت هم به هم بگو. راستی همین الان توی کامنت ها بنویس اهل مطالعه هستی؟ بزن بریم تا اولین داستان رو با هم دیگه بشنویم. به نام خدا. قصه های پندآموز بوستان و گلستان. نویسنده سمانه حاجی محمد تقی و تصویرگر بهرام ارجمند نیا. بریم با هم ورق بزنیم و قصه بخونیم. حکایت برتری دانش بر زور بازو. در روزگاران قدیم کشتیگیری زندگی می کرد که در این ورزش قهرمان قهرمانان بود. او 360 رمز پیروزی بر حریف رو بلد بود و هر روز هنگام کشتی گرفتن با حریفش از یکی از اون رمزها استفاده می کرد. این کشتیگیر به یکی از شاگردانش که جوان تنومندی بود علاقه زیادی پیدا کرده بود و به همین دلیل 359 رمز پیروزی رو به اون یاد داد. اما از آموختن رمز 360 تفره می رفت و مدام امروز و فردا می کرد. شاگرد جوان استاد به دلیل قدرت جوانی و زور بازو از همه کشتیگیران همدوره خودش برتر و نامدارتر شد، تا اینکه در یکی از همین روزها نزد پادشاه رفت و گفت من از استاد خودم هم قوی‌تر و تواناترم. برتری استاد بر من فقط از نظر بزرگتری و حق استادی و تعلیم و تربیتی است که بر من دارد، وگرنه از نظر نیروی جسمی من از او چیزی کمتر ندارم و در فن کشتی می توانم با او برابری کنم. پادشاه از شنیدن این سخن دلخور شد و از اینکه شاگردی ادعا کند که با استادش برابر است خوشش نیامد. پس به او دستور داد تا در میدان بزرگ با استادش کشتی بگیرد. همه دولت مردان و بزرگان و شخصیت‌های مهم و سایر تماشاچیان در محل کشتی جمع شدند. شاگرد و استاد کشتی خود را آغاز کردند. شاگرد جوان که از خود بی خود شده بود همچون فیلی مست خود را بر سر استاد انداخت و به شدت به او آسیب رساند. شدت این ضربه به گونه‌ای بود که اگر بر کوه استوار و محکمی می‌خورد مطمئناً آن کوه را از جا در می‌آورد. استاد وقتی متوجه شد که شاگردش نیرو و توان بیشتری دارد از همان رمز 360 استفاده کرد که به جوان یاد نداده بود. او با به کار گرفتن این رمز آنچنان بر شاگردش چیره شد که او را از زمین بلند کرد و بالای سرش برد و سپس بر زمین کوبید. جوان که به شدت غافلگیر شده بود نتوانست مقاومت کند و ضربه فنی شد. طرفداران استاد که با دیدن این صحنه
هیجان زده شده بودند با شور و شوق از جای خود بلند شدند. به فرمان شاه به استاد جایزه بزرگ و ویژه‌ای اهدا کردند. بعد هم شاه شاگرد رو سرزنش کرد و گفت چرا ادعای رقابت و برتری با استادت را کردی و حرفی زدی که بعد نتوانستی از عهده انجامش بر بیایی؟ شاگرد گفت ای شاه، این توانایی و قدرت استاد نبود که باعث شد در میدان جنگ پیروز شود، بلکه آن علم و رمزی که به من نیاموخته و در تمام عمر از من دریغ کرده بود باعث پیروزی و برتری او بر من شد. او با زور علم و دانش بر من چیره شد، نه با زور بازو. پادشاه گفت به همین دلیل انسان‌های باهوش و زیرک گفته‌اند که نباید به دوستت بیش از حد قدرت دهی که در مقابلت برخیزد و دشمنت شود. امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید. تا داستان‌های بعدی، خدا نگهدار.